نمیدونم واقعا من چرا این چند وقته نمیخوام حالا این حرف منفی رو بزنم، ولی کلا تو این چند سالی که من خارج بودم نژاد پرستی به اون صورت من ندیده بودم. خیلی خیلی کم، یعنی فکر کنم مثلا 1 در 1000. ولی این 1-2 روزه متاسفانه شاهدش بودم و اینکه چون خیلی تجربه آنچنانی نداشتم تو این مورد، واقعا درک نمی‌کردم وقتی یه نفر خیلی اذیت میشد از اینکه یه رفتار نژاد پرستانه دیده یا تجربه کرده. خلاصه اینکه آره خیلی بده، چقدر مسخره است. میخواستم اینو بگم بچه‌ها که ما به چیزی افتخار بکنیم یا به چیزی پوز بدیم به قول معروف که هیچ نقشی توی انتخاب کردنش نداشتیم. یعنی یکی از احمقانه ترین کاری که یه انسان میتونه انجام بده همینه. یه خود فکر کن تو هر آن لحظه ممکن بود که توی خانواده‌ای به دنیا میومدی که زیر خط فقر بودن و اینکه توی نمیدونم آفریقا بودن، خب یا ممکن بود تو مثلا دختر یا پسر یه رئیس جمهور یک کشور بودی در یک لحظه. چقدر مسخره است که تو به چیزی افتخار کنی که تو هیچ نقشی توش نداشتی. خیلی مسخره است و این به نظر من از پوچه یک انسان یاد. وقتی درونش پوچ باشه، هیچی نشته باشه درونش، به همین چیزا دیگه مجبور افتخار کنه. همین. بای.